درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم می شود. امروز پنجشنبه 28 آگوست است و من طاهری سفر در خدمت شما. حالا نگاه به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. در نتیجه حمله های وسیع مقیاسی روسیه به شهر کیف بیش از 14 نفر کشته شدند. شهردار کیف گفت گناهکار مرگ این افراد خود ولادیمیر پوتین است. پوتین مسئول این جنگ است که آغاز نموده و نمیخواهد به پایان رساند. او نه تنها دونецьک، لوهانسک و کریم، او میخواهد تمام کشور را اشغال کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت جوانی که در شهر مسکو به کارمندان پلیس روسیه با کارد در افتاد نه زاده تاجیکستان است و نه شهروند کشور. و در ترکمنستان از هنرپیشگان خواستند یا خود را لاغر کنند و یا اندک وزن بگیرند وگرنه به جشنهای روز استقلال راه داده نمی شوند. شروع میکنیم از اوکراین. دوربین‌های شهر کیف لحظه آغاز حمله گسترده نیروهای روسیه به بناهای معموری و استقامتی در پایتخت اوکراین را ثبت کردند. در نتیجه حمله ها به شهر کیف بیشتر از 10 نفر کشته شدند و دفتر رادیو آزادی هم در این شهر آسیب دیده است. در موشکباران‌ها یک کودک جان داده است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت رفتار روسیه پاسخ این کشور و تلاش‌های بین المللی دیپلماتی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. در نتیجه ضربه‌های موشکی به دفتر رادیو آزادی در کیف هم ضرر رسید، اما کسی از کارمندان رادیو آسیب ندیدند. استیون کاپوس مدیر رادیو آزادی گفت که با وجود این خبرنگاران رادیو آزادی به کار خویش ادامه می‌دهند. جزئیات دیگر درباره حمله ها در گزارشی که همکار ما میرزا خالقزاد تقدیم می‌کند. مقامداران اوکراین میگویند روز چهارشنبه نیروهای روسیه شهر کیف پایتخت اوکراین را مورد حمله وسیع مقیاس هوایی قرار دادند که منجر به هلاکت 14 نفر گردید. در این حادثه کمش 45 کس دیگر جراحت برداشته، بناهای معموری و استقامتی 7 ناحیه کیف ضرر دیدند. شهردار کیف از اهل عالم دعوت کرد که فشار بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بیشتر شود. پوتین مسئول این جنگ است که آغاز نموده و نمیخواهد به پایان رساند. او نه تنها دونецьک، لوهانسک و کریم، او میخواهد تمام کشور را اشغال کند. او شهرها را محو نموده آدمان را میکشد. نیروهای هوایی اوکراین گزارش میدهند که از بین 598 درون و یا هواپیمای بدون سرنشین که از سوی روسیه در سراسر اوکراین پرتاب شده بود، 563 تاش خنثی گردید. همین گونه از میان 31 موشک از طرف روسیه پرتاب شده 26 تاش بی ضرر گردانیده شد. نیروهای هوایی اوکراین می‌افزایند که در 3 منطقه اصابت موشک و در 26 منطقه پسمانده‌های موشک‌های خنثی شده ضرر رسانیدند. من در خواب بودم که صدای ترکش بلند شد. خستم و دیدم که پنجره بر رویم افتاد. تیمور تکاچنکو رهبر اداره نظامی شهر کیف میگوید گروه‌های نجات در 20 بنای معموری و استقامتی با رفع خسارات مشغول میباشند. میرویم به تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی گفت جوانی که روز 27 آگوست در شهر مسکو با کارمندان پلیس روسیه با کارد در افتاد شهروند تاجیکستان نیست و خبرها در این باره که او گویا زاده کشور بود اساس ندارند. در بیانیه وزارت که امروز نشر شد آمده است معین کرده شد که شرفکن کنجوموی 26 ساله زاده ولایت سراتوف و شهروند روسیه است. رسانه‌های روسی دیروز با نشر ویدیوی کشمکش سخت این جوان با کارمندان پلیس و کلتک سخت خوردن او گفتند که شرفکن کنجوموف زاده تاجیکستان است. این جوان پیش از کشمکش اول به سمت ماشین افسران پلیس روسیه ظرف شیشگی آتش گیرنده یا کوکتل مولوتوف انداخته است. هنگام تلاش دستگیر کردن او به کارمندان میلیسا مقاومت نشان میدهد ولی در نهایت دستگیر می شود. حادثه روز 27 آگوست رخ داد. کمیته تفتیشات روسیه گفت به ضد این جوان پرونده جنایی باز کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این جوان که هیچگاه شناسنامه ملی و یا خارجی هم نداشته است. و قول وزارت او را سال 2017 با اتهام تروریسم در روسیه به 7 سال زندان محکوم کردند و ماه می امسال بعد از ادای حکم آزاد شده است. رسانه‌های روسیه که با مهاجرستیزی می‌خواهند مخاطب زیاد بیابند اکثرا هنگام جنایت‌های پرسر و صدا سعی می‌کنند عاملان آن را شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان معرفی نمایند.
در تاجیکستان میمونیم. یک مادر از شهر وحدت ادعا دارد که یکی از دخترانش را ناعادلانه به سالهای دراز زندان محکوم کردند و حالا مقامات در پی دختر دیگرش هستند. دادستانی دختر منوره رحمانووا را به تقلبکاری و از خود کردن پول زیادی از یک شرکت گناهکار دانسته است، ولی مادرش میگوید که دخترش گناهی ندارد، بلکه دیگران بودند که جنایت کردند و فرزند او پس پنجره رفته است. شعلای عبدالله گزارش میدهد. سوتی اولی هم رفتم، پرکاتور گنرالی هم رفتم، پرکاتور شهری هم رفتم، سوتی شهری هم رفتم، دستگاه پرزیدنت هم رفتم. شکایت منوره رحمانووا از آن است که مقامات به داد او نمی رسند و ادعا دارد دختر کلانی او را ناعادلانه زندانی کردند. دادگاه ماه ایون امسال دخترش فرنگیس رحمانووا را با عیبنامه سرقت، سوء استفاده از وکالت و ساختکاری حجت‌ها به 15 سال زندان محکوم کرد. فرزندت کدای میگه اوقی میگم این ریویزیا داشت، این بوغالتریا داشت، اوقی 7.5 میلیون این بگه یا اچو تو چو در بوغالتریا میسپرید میبرومد در کارخونش ساعت 8 میره میدرومد 6 میبرومد 15 روز پس با اچوت میسپرید بوغالتریا داشت. آخری مادر ریویزیا میکرد، این مرد خودش ریویزیا میکرد. 7.5 میلیون نیست که این آدم ریویزیا داشت نفهمید. 7.5 میلیون سومانی مبلغ است که طبق حکم دادگاه از یک گرفخانه سابفیر لامبارد دزدیده شده است. دادستانی دختر این زن را که خزینه‌چی این کارگاه بوده است، یکی از متهمان اساسی دانسته است. در حکم دادگاه که بیش از 100 صفحه است، آمده است که فرنگیس رحمانووا توسط ساختکاری حجت‌ها به نام 10 نفر پول گرفته به کارگاهش شخصان انفرادی و تشکیلات قرضی ضرر کلانی مالی رسانده است. به نقل این زن گرفخانه را دخترش همراه شوهرش باز کرده، صاحب آن دامادش ناصر میرزابویف بوده است که حالا به این واسطه میخواهد از همسرش قصد گیرد. بچه‌م بگی ریویزیا داشتی، تو ریویزیا میکردی، مثال بوغالتریا داشتی، حساب کتاب داشتی، بگی حساب کتاب که چیزی کم اومده، مصلحت مبین زن شوهر گفته که 1 سال شیرخور داری. گفتم بگی هر دوش پرا کنن نکنیم میکره. مایلی گفت خاله برآمد رفت، پگشت آمد پاسپورتش را بیته گفت گریف بود. ایلان بر گریف بود. دخترم محکم. حمایتگر ناصر میرزابویف که در پرونده همزمان همچون جبر دیده ذکر شده است، ادعای زن و شوهر بودن زیر حمایه‌اش با رحمانووا را رد کرد. به گفته او میرزابویف اویلادار بوده و 3 فرزند دارد و به غیر از شرطنامه کاری با این زن یگان رابطه دیگر نداشت. مناسبت آنها تنها در اساس شرطنامه مهنتی، شرطنامه جوابگری مادی و شرطنامه سری تجارت اساس یافته است. یعنی رحمانووا فرنگیس کارمند ناصر میرزا بود و همچون به صفت خزینه‌چی در کارخانه او کار و فعالیت میکرد. در عریضه پیشنهاد نموده ناصر میرزا گفته نشده است که رحمانووا تصرف کرد. یعنی او خبردار نبود و گمانبر هم نبود از رحمانووا فرنگیس. بعد از بررسی و تحلیل و سنجش عریضه مذکور معین کرده شد که رحمانووا راهبری همچون با راهبری رحمانووا جنایت مذکور سر زده. مادر میگوید حالا پای دختر دیگرش هم به این قضیه کشیده شده، او را به همدستی در دزدی مبلغ متهم می‌داند. به گفته او خواهر فرنگیس را بازداشت کردند تا به اقرار اپش و افشای مبلغ کمک کند. بگیرم میگه در سر اپش بزنه با ما آزاد میکنیم. در داستان ناحیه شاه منصور که پرونده دختر دوم این خانواده را بررسی میکنند، برای خلل نرساندن به تفتیشات از دادن اطلاع خودداری کردند. ناصر میرزابویف همچون تاجر و بلاگر فعالیت داشته است. نوارهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند. در نوارها درباره راه‌های موفقیت در تجارت و از آغاز راه خود همچون صاحبکار نقل میکند. منوره رحمانووا مادر که 2 دخترش در پشت پنجره است، امیدوار است که زینه‌های بالایی دادگاه عدالت را برقرار خواهند کرد.
یکی از هنرمندان ترکمن میگویند مقامات به آنها گفتند که اگر میخواهند در جشن‌های روز استقلال شرکت ورزند باید لاغرتر شوند و ظاهر خود را زیباتر کنند. چندی از هنرپیشگان، آوازخوان‌ها، رقاصان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفتند اگر تا روز 27 سپتامبر وزن کم نکنند بعد جشن‌های روز استقلال را داده نمی‌شوند. با گفته اهل زیاد در ترکمنستان چنین دستور را قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری سابق و حالا رئیس پالات بالای پارلمان ترکمنستان داده است. یک همصحبت رادیو آزادی همچنین گفته است که در برابر هنرمندان فربه به افراد نازک و لاغرندام هم دستور دادند که اندک وزن بگیرند. درباره این موضوع قبل از برنامه صحبت داشتم با همکارم کیومرث سیاتا و از او پرسیدم نظر هنرمندان به این دستور چی بوده است. هنرمندان تئاتر دولتی درامای به نام سفرمراد ترکمنباشی در شهر بالکن آباد ترکمنستان گفتند که معاش ناچیزی آنها برای خریدن غذای مناسب، میوه و سبزیجات و مشق در تالارهای ورزشی نمی رسد. هنرمندان همچنان یادآور شدند که برای چوربینی های ادانه باید از پول خودشان لباس خرند. به قول آنها معاش میانه یک هنرمند این 3000 منات بوده. 1 کیلو سیب 50 منات است، 1 کیلو افلاسون 60 منات و حق عضویت در تالار ورزشی به 1000 منات برابر است. برای مقایسه می شود خاطر نشان کنیم که در صرافیخانه های دولتی ترکمنستان $1 آمریکا به 349 منات و در بازار سیاه خیلی بیشتر از آن عوض کرده می شود. و این مسئله در کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان هم بود که بعضی از افسران میلیسا را برای فربهی از کار جواب دادند. سوال دیگر از همکارم کیومرث سیاتا این بود که چرا در ترکمنستان مسئله تا به این حد رسیده است که فربهیان لاغر و لاغران فربه شوند؟ بله طاهر، در تاجیکستان در یک سال اخیر بنا به معلومات رسمی تقریبا 30 کارمند مقامات کارهای داخلی بنابر گرانوزنی یا که فربهی از کار رانده شده و بعد از کم کردن وزنشان فقط 13 نفر به کار برگشتند. چون که در نشست مطبوعاتی در وزارت کارهای داخلی گفتند که ظاهرا آنها خود را به معیار مطابق کردند. در ترکمنستان باشد قربانقلی بردی محمدوف که پدر پرزیدنت حاضر این کشور سردار بردی محمدوف می باشد عاشق ورزش و طرز حیات سالم است. هر ماه اپریل در ترکمنستان خودکامه ماه سلامتی و خوشبختی برگزار شده و کارمندان دولتی و دانشجویان مجبور هستند که در چاره‌بینی های دستجمعی ورزشی و راهپیمایی ها شرکت کنند. در این کشور سرشار از مواد سوخت ولی بسیار پوشیده، بسیاری ها اصلا خود را خوشبخت نمی شمارند و به سیاست های شدید دولت، رشوه ستانی و کمبغلی اشاره می کنند. میلیون ها نفر برای تامین روزگارشان به مهاجرت کاری مجبور شدند. یک هنرمند هم در صحبت با رادیو اروپای آزاد گفته است که اکنون قربانقلی بردی محمدوف اندازه شکم ما را هم مقرر می کند. همکارم کیومرث سیاتا درباره یک دستور عجیب رهبران ترکمنستان به هنرمندان و هنرپیشگان صحبت می‌کرد. رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد از بازداشت 13 نفر با گمان قماربازی و آشکار کردن قمارخانه در خانه در شهر خوجند خبر داده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی این گروه 13 نفری اصول پیشینه قماربازی یعنی با قرطه‌بازی مشغول بودند. کارمندان پلیس آنها را بازداشت کردند و پرونده های مأموریشان را هم به دادگاه برای بررسی فرستادند. نظر خود این افراد و هم نزدیکانشان به این اتهام هنوز معلوم نیست. بر اساس کودکس جنایی تاجیکستان تشکیل کردن یا نگهداری قمارخانه یا کازینو در کشور منع است، اما در گذشته مقامات انتظامی تاجیکستان بارها از بازداشت افراد خبر دادند که به تشکیل قمارخانه و هم قماربازی گمان برمی شدند. و پایان اخبار آزادی رسیدیم، ولی خبر و گزارش‌های دیگر هر لحظه در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می‌شوند. اگر شما هم خبری مهمی را می‌دونید و می‌خواهید به جامعه برسد و ما بفرستید تحقیق می‌کنیم درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.